الله به ابلیس گفته تو 1 سال 2 سال 30 سال 40 سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به قول و زنجیر کشیدید، دیگه مطیعتان مال تو هم از من گرفتید، ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از 40 سال 50 سال که این بنده منو شکار کردی، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقه براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 سالت رو برباد میدم. من اجازه نمیدم بندگانمو ازم بگیرید. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگانش. این تعصب خدا نسبت به بندگانش و مهر ورزیش. خدای نگاه به خطاهای ما مکن، به اشتباههای ما مکن، به گناههای ما مکن، نگاه به اون رحمت بیکران خودت بکن که از خشمت سبقت گرفته. سبحان الله. یک قطره